که حقیقت بشناسه. اینی مردم است. قرآن امیره بر ما میگه هو الحی، امی الله زنده دائمی است، زنده واقعی است. لا اله، نیست لایق پرستش و بندگی، نیست حاجت روا و مشکل کشا، نیست حلال کننده و حرام کننده، نیست فرمان روای مطلق که گپش بیچون و چرا قبول شوه الا هو، بغیر از یک الله. یک الله است. امروز مردم ها پیر و ملا را بری خود فرمان روای مطلق مقرر کرده. پیر صاحب برش میگه در ترجمه قرآن نرو، بس نمیره. ملا صاحب برش میگه نرو، بس نمیره. دختری تا نکاح نده، نمیده. نون نخو، نمیخوره. این فرمان روای مطلق. پرستش چی را میگه؟ پرستش کو شاخ نداره. بازیا خدا مؤمن میگه ملا صاحب میره جنازهش میخونه. اینطور مردم ها جنازهش خوانده میشه. اینطور مردم ها خو الله را نشناخته، الله را نشناسه. فدعوه مخلصین، فدعوه، طلب کنی از الله تبارک و تعالی در حاجتا مشکلاتتان از یک الله، مخلصین له الدین، که کل دعایتان خالص برای الله ساخته باشه. همه حاجتایتان به الله پیش کنی، به کسی دیگری نه. آواز نده که یا فاطمه زهرا، یا پیران پیر، یا سخی صاحب. کجاست؟ قرآن چی میگه و تو چی میکنی؟ چطور خدا مؤمن میگه؟ قرآن خو برات میگه فدعوه مخلصین له الدین. طلب کنی الله تبارک و تعالی را در حالی که کل دینتان، تابعداریتان خالص برای الله کرده باشه. الحمدلله، تعلیم میده الله. الله سبحانه و تعالی بری بنده های خود تعلیم میده. تمام نعمت هایی که وجود ما و شما را فرا گرفته در بیرون مکمل میبینیم. خصوصا نعمت حیات بر ما بخشیده که زندگی میکنیم. الله بر ما تعلیم میده. چی باید بگیم؟ الحمدلله. اول آیت قرآن که در قرآن شروع میکنه الحمدلله است. بری تو تعلیم میده. زبانت ثنای الله را بگوید که تو را توفیق داد حالی قرآن مطالعه میکنی، تلاوت میکنی. الحمدلله بگو. کل صفتای کمال الوهیت مخصوص الله تبارک و تعالی است. چرا؟ بخاطر که رب العالمین، مالک و متصرف کل مخلوقات است، مدبر کل مخلوقات است، تدبیر امور زندگی کل مخلوقات الله میکنه، مصلحش است الله. کلمه رب کلی معانی را داره. قل بگوی پیغمبر علیه السلام برای از اینکه مایوس شود دشمنا دیگه نبیان پیش پیغمبر علیه السلام، اینطور نگوید که بیا قطما یک جای شو این گپایی که تو میگی نادرست است. نه، نتیجه دلایل است. وقتی قدر دلایل ارائه شد، حالی اگر کسی میپذیره خب، اگر نمیپذیره برش اعلان کو. چی رقم اعلان کو؟ قل بگوی پیغمبر علیه السلام اینی نهیت، من منع کرده شدم ان اعبد الذین، که من عبادت کنم پرستش کنم کسانی را تدعون که شما واز میدی من دون الله، بغیر از الله. بغیر از الله دیگه ایجگه تمه توقع در مورد من نکنه. چرا؟ من خو یک الله را پرستش میکنم. لما جاءنی البینات، پس ازی که آمد برم، زمانی که آمد برم البینات، دلایل واضح، من ربی، از جانب پروردگارم. قرآنم آمده، مورمی خانمم، در تو را میگم دیوال تو بشنو. تو مسلمان حالی الله میگه پیغمبر علیه السلام هیچ وقت نمیپذیرفت معبودای دیگره. خو ما تو را میگه کتاب الله در خانیت موجود است، تعلیم میشه، لیکن بازم تو رای نعوذ بالله بنده پرستی را پیش گرفته. در خانه پیرا و در پایای پیرا سجده کرده رایستی، در پای ملاها رکوع کرده رایستی. کدام طرف روان استی؟ نه، اعلان بکو. آخری مرتبه که دلایل پیش کردی اعلان بکو. اعلان بکو. رجل مومن اعلان کرد، تو اعلان بکو. قل اینی نهیت، بگو من نشدم ان اعبد الذین، که پرستش کنم امو معبودا را تدعون که شما آواز میدی معبودای دروغین من دون الله، بغیر از الله. لما جانی، هرگاه که آمد برم البینات، دلایل واضح بالای بطلان معبودیت از و حقانیت معبودیت الله من ربی، از جانب پروردگارم. نه تنها که عبادت نمی کنیم، بلکه مکمل در زندگی خود به تمام جان و دل مکمل تسلیم فرمان و دستورات الله هستم. و امرتم، مامور شدم ان اسلم، که ما تسلیم شوم لرب العالمین، به او ذاتی که مالک و متصرف کل مخلوقات است، به دل و جان منقاد و تابعداری از او شوم. ما اینمی قسم مامور شدم. هو الذی، الله ذاتی است، به خاطری که عظمت قدرت الله تبارک و تعالی و ربوبیتش خوب روشن شوه، خوب واضح شوه، در ذهن ما بیشینه، جاگزین شوه.
از امو خاطر شکریش باز انگیزی شکر و اطاعت در وجود ما پیدا شود. الله باز دلایل پیش میکنه. هو الذی، الله ذاتی است، خلقکم که شما را پیدا کرده، من تراب، از خاک. پدر و اصلتان پیدا کرده، یا خودی شما در حقیقت نطفه چی است؟ نتیجه اینمی خوراک است که خوراک از خاک انرژی گرفته. ثم من نطفه، بعد از نطفه. ثم من علقه، بعد از علقه. بعد از علقه عبارت از خونی بسته لخته را میگه. ثم یخرجکم، بعد از او میکشه شما را طفلا من حیث یک طفل. الله در اینجا مراحل تکوینی انسان میکنه، چند مرحله را طی میکنه. نطفه است، علقه است. اینجا دوره مدغه را ذکر نکرده، در دیگه آیات ذکر کرده. بعد از او شکل گیری است، یکی تصویر سازی میکنه الله در رحم مادر. بعد از او روح دیش میده، اعضا را برش میده. او صورت ها را مرحله را ترک کرده، در دیگه جای قرآن ذکر است. بعد از شما را یک طفل بیرون میکنه. ثم لتبلغوا اشدکم، از این پیش اختیار از شما نبود. مراحلی که طی میشد مکمل از جانب الله تبارک و تعالی بود. بعد از اینکه در دنیا آمده مرحله طفلی تان گذشت، حال انسان یک کمی در سن جوانی میرسه. قرآن حال تعبیر بدل کرد. ثم لتبلغوا، باز که شما برسه اشدکم، دمو قوتتان، هم قوت جسمیتان تکمیل شه، هم قوت روحیتان. اشاره میکنه که ای انسان، بعد از این سرنوشت خودت در دست خودت است. تدبیر درست اگر کردی بالکل ترقی میکنی، پیشرفت میکنی. اگر تدبیر نادرست کردی عقب مانده و پس مانده هستی. در پیش خودت است. لتبلغوا، که شما برسه اشدکم در قوتتان. میرسانی یعنی اگر تو تلاش نکنی قوت علمی تقویت پیدا میکنه. اگر تو تلاش نکنی آیات های قرآن شنیده میتونی. تو تلاش کردی صبح کی کاری تا وقت مکمل تکمیل کردی که ملامتی پدر و مادر نباشه و خود آماده کردی که کی ما ساعتم پر میشه میرم در ترجمه قرآن کریم. سرنوشت بدبختی و نیکبختی انسان در دنیا در سن جوانی پیش خودت است. کدام طرف روان استی؟ قرآن برات میگه ثم لتکونوا، باز الله شما را باقی میمانه. یک ترجمه یا کم میکنه قوت جسمی و معنوی تانه، قوت عقلی تانه. لتکونوا شیوخا، که شما شوی شیوخا پیرا. یک دفعه براتان معلوم شود که همه چیزایی که در وجودی ما بود قوت در اختیار خودم نبود، تغییرات میآید. انسان نمی قسم در این حالت میرسه. بهار الله برات آورد. خود این بهار چقدر فایده گرفتی؟ کاری دیان زمینه که آینده تو تابستان درو کنی میوه بگیری. عمر جوانی انسان بهار است که از پیش چیزی گرفته یا نگرفته. ثم لتکونوا، باز شما باقی گذاشت شما را تا که شما پیر شوی. و منکم، بعضی از شما من یتوفا، یا در اختیار خود انسان نیست. بعضی از شما یتوفا پورا گرفته میشه. من قبل و پیش از یعنی وفات میکنه. وفات معنای فنا شدن نداره، بلکه روح انسانی را ملائک میورداره در جای دیگه انتقال میده. وفات معنای انتقال داره. این انسان مرحله زندگی تو تنها در دنیا تمام نمیشه، بلکه آغاز زندگی شروع میشه. این به طور مقدمه و نمونه برای زندگی جاودانی بود. این نکته را مومن میدانه، کافر نمیدانه. ولی تبلغوا اجلا مسمى، که الله اینمی مراحل طی میکنه. چرا؟ سری شما به خاطری که برسی به اجلا، به متاریخ مسما که معین کرده شده. اجل مسما به یادم آمد، امو گپ در یادم میآید که زنکت بچهش وفات کرده بود. بسیار آمد پیش شیخ عبدالقادر جیلانی، عذرزاری کرد، گریان کرد، ناله کرد. یک دفعه شیخ عبدالقادر جیلانی رفت حرکت کرد. ملک الموت کدام صندوق ارواح را برده بود، برش عذر کرد که یعنی طفله ارواحش پس رد کو. او گفت که نه، فرمان از الله رسیده، من نافرمانی الله را نمیتونم. یک دفعه قارش آمد، صندوق زد و کلی روحایی که همون دفعه گرفته شده بود در جانای دیگر رفت. از قرآن قبول کنیم یا از پیری گمراه؟ بگوی شما پیری گمراه که یک کاتا میکنه او را قبول کنیم یا قرآن؟ قرآن خو میگه لتبلغوا، که شما برسی اجل مسمى، امو تاریخی که مقرر است از الله. لا استقدمون ساعتا ولا استأخرون ولعلكم تعقلون. این مراحل طی کرد به خاطری که شما از عقل کار بگیره. این حالات تغییرآمیز، انقلابات در زندگی خودتان رونما شد. خود به خود باید اعتراف بکنه که مرکزی اصلی زندگیم دنیا نیست، بلکه به یک داری که فنا نمیشه رفته نیستیم. خو مقدمه او دار و او زندگی همین مقدمه دنیاست. سرنوشت اوجا فقط اینجا تعیین میشه که چی کنم و چی نکنم. هو الذی، الله ذاتی است، یحیی و یمیت. بس دو پدیده،
دو پدیده، دو کاری که الله تبارک و تعالی میکنه، خود تعالی را هر قدر علوم پیشرفت میکنه، این معما را کسی نگشوده که معلوم کنه که مرد چی را میگه، زندگی چی را میگه. تحقیق شروع است. چرا انسان یک مرتبه دکترها موجود است، دواها موجود است، هر چیز دویدن موجود است، زور نمیرسه؟ چرا؟ پاچای دولت می باشه، چقدر ضرور و مهم می باشه، برنامهش ناقص باقی مانده، الا نمانه دکترها، الا در کدام شفاخانه، در مجهزترین شفاخانه، لیکن وقتی که فرا میرسه اجلم مسمى، کسی هست که آلیده میرا را بگیه؟ لق لق مردم سعی میکنه، دکترها به حس و به حرکت میشه. و انسان تو چرا حقیقت گم میکنی؟ چرا به هوش نمی؟ فاذا قضا امرا، زمانی که الله تبارک و تعالی، یعنی این مسائل با وصفی که پیچیده است، از عدم یک چیز موجود میکنه، موجود هیچ چیز نیست، الله موجود میکنه. این بسیار امر سخت است، لیکن نه، با الله نه. فاذا قضا امرا، وقتی که فیصله میکنه الله پیدا کردن چیزی را، فانما یقول، یقینا برش میگه کن موجود شو، له برای ایجادش که وقتی این امر تکوینی میگه فیکون موجود است. الله را سری بنده قیاس نکن، نگو که آخرت چطور است، ما چطور زنده شیم. الم تر الی الذین یجادلون، آیا تو نمیبینی پیغمبر علیه السلام مخاطب 3 مرتبه در این صورت، در سوره مومن مسئله مجادله میاد. مجادله را گفتیم بحثای بی سر و پا، بحثای بی دلیل، بی اساس در مورد آیات الله، که نه ایش توحید نیست، اینی گپ هم پروا نداره، نه نبوت، اینطور سوالا داره، شبهات میکنن. الله 3 مرتبه آورد. بعضی مفسرین میگه به خاطری که مجادله در آیات الله امر بسیار مهم است. طور دلایل الله برات پیش کنه و بازم تو دلیل گویی میکنی، بازم میگی که نه بعضی اولیاء هم یک چیزی میتونه کرامت داره، او بدبخت کرامت خود از جانب الله و خود اختیار نداره، معجزه از جانب الله خود اختیار نداره، پشت سر آیت میاد بخیر. تو چرا این گپا را میزنی؟ بازم در توحید الله مباحثه کرده رایستی، دلیل گویی کرده رایستی. میگه مهم بود از خاطر 3 مرتبه ای را ذکر کرده، لیکن بعضی مفسرین میگه نه، هر کدام جایی که مسئله مجادله آمد علیده مطلب داشت. در اول که الله تبارک و تعالی ذکر مجادله را کرده بود، به این خاطر کرده بود که انگیزه مجادله چی می باشه؟ انگیزه مجادله همیشه خود برتر دانستن، تکبر، خودبینی، فقط خود میبینی و دیگه کسا نمیبینی، مجادله از اینجا پیدا میشه. یک موضوع. در دیگه جایی که الله تبارک و تعالی بحث مجادله را کرده بود، در اونجا مراد بیان ازی بود که نتیجه مجادله ها چی است؟ عذاب دنیویش ذکر کرده بود که او مهر نهاندن سر قلبا بود. یک کسی که همیشه جر و بحث میکنه در مورد دلایلی که در مورد توحید الله است، آخر نتیجه قلبش قدر مهر لاک میشه که هر قدر دلایل برش میگه از توحید نمیپذیره. 3 جای اینجا جزای اخرویش بیان میکنه. الم تر، تو نمیبینی الی الذین، سرنوشت امی مجادلین، الله بیان میکنه به او کسانی که یجادلون مجادله میکنه، ستیزه جویی میکنه، فی آیات الله، در دلایل توحید الله. تو دلایل توحید پیش میکنی، وقتت معارضه داره، تو میگی آیت قرآن دلیل بالا یک تا پرستی الله، سو میگه نه شفاعت میتونه، نه توسل بکار است، نه این تو کرامت داره، نه ولیسته، این گپا گفته رویسته. الله میگه انا یصرفون، چه قسم یا گردانیده میشه از این قدر دلایل واضح بالای وحدانیت الله که لایق بندگی تنها الله است، چرا این مردم گردانیده میشه؟ الذین، امو مردما که کذبوا بالکتاب، نسبت دروغ میکنه به کتاب، قرآن برشان واضح بازی بیان میکنه که مسئله اینی طور است، لیکن بازم یا نمیپذیره. قرآن برشان میگه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، قرآن امر کرده برای الله اسماء حسنا است، طلب دعا بکنی، مطلب و حاجتتان طلب بکنی به واسطه همی اسماء حسنا. قرآن گفته چی ضرورت است به نام سلسله نامای طریقی تا گرفته به طفیل و برکت فلانی، به طفیل و برکت فلانی، ایده کجا؟ الله برات میگه به نامای الله طلب بکن. و بما ارسلنا به، الله میگه نسبت دروغ میکنه بما، با او محتوا، با او مضامین، ارسلنا که ما فرستادیم به با او مضامین، رسولنا پیغمبران خدا. این طور هم نکیه دعوای یک پیغمبر باشه، کل پیغمبرها که آمده دعوای توحید داره، کتابایشان
چیست شامل بالای دعوای توحید است. اوی مردم میخیزه ستیزه جویی میکنه که نه ولیام چیزی میتونه. الله میگه فسوف یعلمون، زود است که باز بدانه. یا خو میگه بله فلان آقا زورش خیلی زیاد است، فلان ولی ما را سفارش میکنه. الله میگه باز معلوم میشه. اذ الاغلال فی عناقهم، در آن وقتی که توقها زولانه ها در گردنایشان میباشه، همین مردمایی که دعوا میکردن. و السلاسل، زنجیرام در پایایشان میباشه. یسحبون، کشانده میشوه. فی الحمیم، در آب جوش و گرم. ثم فی النار، بعد از آتش، اول در آب بعد از آتش. یسجرون، سوختانده میشوند مثل خاشاکوار، نعوذ بالله. یسجرون، بعضی مفسرین میگه ای مثل تنورایی که پر از آتش است، او کشانده میشه. الله نگاه کنه، الله نگاه کنه. باز برش چی گفته میشه به می مردم ها؟ ایرا میگه عذاب روحی. عذاب روحی را میگه که در موقع ملامت مردم هم استاد باشد، بازم تو آدم تو را ملامت کنه که سرت پایین میفته. ثم قیل لهم، باز گفته میشه برشان اینما کنتم، کجا شد آن چیزی که شما بودی تشرکون، شریک جور میکردی امرای الله. میگفتی بله این زوردار است، این شفاعت میکنه، این ما را خلاص میتونه. کجا شدن؟ من دون الله، بغیر از الله، یک الله نه، دیگه چیزا را که شما امرای الله شریک میکردی کجا شدن؟ قالو، با بسیار خجالت و سرفگندگی میگه دلو عنا، از ما گم شدن. گم نشودن. اگر او بتا بوده امرای شما بوده، اگر شیطانا بوده امرای شما بوده، بله. اگر اولیاء و بزرگای دین بوده واخو شما را امر نکرده بود، شمای کارای غلط ایجاد کرده بودی، واخو در جنت است دیگه. بل لم نکن ندعو، یک دفعه باز چی میکنه؟ رای این کار در پیش میگیره. از اینکه شرک داغی خیلی ننگین است، هر کس از پیشش در اونجا فرار میکنه. امیام یک دفعه خو میگه که از ما گم شد، باز رای فرار در پیش میگیره این کاره. چی رقم؟ بل لم نکن ندعو، ما خو نبودیم که آواز میدادیم در مشکلات و حاجتهای خود. من قبل و پیش از شیئا، چیزی را. دو مطلب داره ای. اولین کار میکنه که نه ما این کار نکردیم، البته میگه ما خلاص میشیم. چرا؟ عادتشان در دنیا همین کار بود. فکر میکنه اونجا این کار به درد میخوره، خبر نداره که اونجا زدن و کندن است، این کار نیست. یک ترجمه. دوم، بل لم نکن ندعو، از ما گم شدن، بلکه ما نبودیم که طلب میکردیم من قبل و پیش از شیئا، یک چیزی واقعی را، بلکه یک دمه او هم پرستی بود، واقعیت نداشت. تنها ناما بود که مسما نداشت. نام بود که فلان اینه برای فلان مرض است، لیکن مرض شفا داده نمیتونیست. آلی فهمیدیم که گپا همی رقم بود. سراب بود، سراب فقط از دور جل میکرد. آتش سوزان سری سنگای سیاه خورده بود، بلبل میکرد. ما میگفتیم ما بس، لیکن وقتی که رسیدیم از تشنگی مردیم. امو رقم است، امروز هم طور است. الله میگه کذالک یضل الله الکافرین، سرچشمه گمراهی چیست؟ کفر، انکار ورزیدن، دلایل نشنیدن، تعامل نکردن، تحقیق نکردن. چرا تحقیق نکردی؟ امو تو روان بودی، هر چیزی که پیر صاحب برات میگفت امو را کرده رایی بودی. الله برات عقل داده بود. پیر صاحب تو را چی میگفت؟ هنوزم برات میگفت، میگه فکرت باشه که کدام مشکل روبرو شد، یک دفعه به ما آواز بده، ما خدا میرسانم، ما خدا میرسانم. جیفی ما میگه موترش یک دم استاد شد که هر چی کردن مستری آمد هیچ معلوم نمیشد. یک دفعه یک مرید همید او آقا صاحب آواز ندادیم، آقا صاحب که می آواز دادیم که می موتروان شیش دری تلا چالان شد. آقا صاحب آواز نداده بودن. این کدام است؟ یا شیطان پرستاسته، همین جنیات خبیث است که اونجا دکه میده گل میکنه سرش موتر. خود تا که این آقا را صدا نکنی، همین آقایی که سجده ها به این شیطان و به این جنی کرده، بازو او جنی او طرف نمیشه. چقدر عقیده مردم پخته میکنه سرش. امروز بسیار مردم در این چاهای هلاکت افتاده و فکر نمیکنن. خب الله عقل بر ما داده کدام طرف برویم؟ ذالکم بما کنتم تفرحون، علتی عذابار الله بر ما بیان میکنه. چرا اینطور بود؟ به خاطر ازی بود بما کنتم، به سبب او چیزی که شما بودی به طریق دوام مسلسل تفرحون، شادمانی و خوشی میکرده. فی الارض، در روی زمین. با چی چیز خوشی میکردن؟ بگوی با مخالفت انبیاء و علیهم السلام و دعوتگرا، رای مخالفت در پیش میگرفتن، پیروانشان شکنجه میکرد، استهزا میکرد، ریشخند میزد.
سرشان. بعد از او چیسته؟ قانونا را می شکندن، گناه ها را می کردن، باز هم سرش فخر می کردن. این به این خاطر است. بغیر الحق شما خوش شادمانی و خوشی می کردید در روی زمین بدون این بناحق خوشی. و بما کنتم بسببی که شما تمرحون بسیار چی بوده؟ بسیار چی ناز میکرده. تمرحون مرح ایره میگه که تکبر میکرده، خود کلان میتراشیده. یکی یا تمرحون به مال و گناه زیاد شما دیگم فخر میکرده، نوکره و چاکرا داشته، از امو خاطر خود کلان میتراشیده. از او خاطر الله یه حالات سرتان آورد. او دخلوا ابواب جهنم، داخل شوید در دروازه های جهنم، خالدین فیها، همیشه در او باشه. یا است که طبقات جهنم در هر کدامش یا داخل شده میره یکی از دیگه، مثل زندانا که از یک قلعه بزرگ داخل شوی دیگه قلعه پل چرخی جور شوه، اینمی رقم داخل شده بره. از او خاطر جهنم احاطه های مختلف داره. یا است که نه، هر نوع گناهگارا در نوع طبقه خود میروه، در نوع طبقه خود، سودخورا به یک طرف، زناکارا به دیگه طرف، دزدا به دیگه طرف، اینمی قسم در طبقات مختلف و دروازه های مختلف داخل میشه. فبئس مثوى المتکبرین، خیلی بد است جای بودو باش برای همچو متکبرین. تکبر مایه پذیرفتن حق است، خود کلان تراشیده بودی، گوش نمیگرفتی دینه. فاصبر ان وعد الله حق. حالات اینقدر دلایل ذکر میشه، این مردم ها بازم رو نمیاره، تعامل نمیکنه، تفکر نمیکنه، نمیپذیره. الله با پیغمبر خود چی دستور میده؟ فاصبر، صبر بکو، صبر بکو. یعنی در مقابل کبر و غرور امی مشرکین، در مقابل مجادله باطلی که یا میکنه، ستیزه جویی میکنه، نعوذ بالله، تو صبر بکو. ان وعد الله حق، یقین وعده الله ثابت و راست است، واقعیت داره، واقع شده نیست. وعده الله به نجات پیغمبر علیه السلام، یعنی به کامیابی و پیروزی پیغمبران و به هلاکت امی دشمنایش. فاما نرینک بعد الذی، اگر تو را نشان بدیم بعضی او عذاب، الذی هم عذاب نعدهم که ما قطعش وعده میکنیم، اگر تو را نشان بدیم فتراه تو ببینیش، ام مهم نیست. اگر نشان بدیم و تو ببینی مهم نیست. او نتوفینک، یا تو را وفات کنیم از دنیا و عذابی که در دنیا بالای از یامیت تو نبینی، بازم مهم نیست. چرا مهم نیست؟ فالینا یرجعون، خاص به سوی ما بازگشتی از یاس، خامخا عذاب دیده نیست. تو پروایش نداشت، اگر عذاب از یارا تو ببینی یا نبینی، خب پیش ما آمده رویسته. الله نشان داد در جنگ بدر پیغمبر علیه السلام کامیاب شد و شکست خورد و عذاب دیدن. ولقد ارسلنا رسلا من قبلک، تسلی را میده الله تبارک و تعالی به پیغمبر علیه السلام. همین قسم که وضعیت تو سه پیغمبر وضعیت مشابه از انبیاء علیهم السلام بود. پیغمبران علیه السلام دچار همچو مردمای که دارنده کبر و غرور و مجادله باطل میکردن، امیر رقم مردم بود. پرده های جهالت مانعشان شده بود، راه و رسمی آبای و اجداد خود محکم گرفته بود، راه حقیقت پشتش نمیگشتن. امیر رقم قوم ها انبیاء علیهم السلام قطعش روبرو شده. خب انبیاء علیه السلام چی کرده؟ ادامه داده دعوت خدا. پیغمبر تو ادامه بده. ولقد ارسلنا رسلا، ما روان کرده بودیم انبیاء علیهم السلام من قبل که پیش از تو،